حفاظت از حریم خصوصی دیتا. فعالان و مدافعان حقوق بشری اغلب اطلاعات مهمی در اختیار دارند و بسیاری از آنها به موضوعات مهمی دسترسی دارند که به اهداف آنها کمک می کنند. این دارایی‌های معنوی که در قالب دیتا نگهداری می‌شوند در معرض حملات مخرب هستند. یک بدیل برای نگهداری امن این دیتا رمزگذاری روی فلش درایوها یا مموری استیکس است. اما انجام این کار ممکن است معلومات شما را حتی بیشتر در معرض سرقت، گم شدن یا مشکلات تکنیکی قرار دهد. ظرفیت ذخیره‌سازی دستگاه‌های فیزیکی نیز محدود است. در نتیجه ذخیره‌سازی در کلاود بسیار اهمیت پیدا کرده است. دیتای موجود در این ذخیره‌گاه‌ها قابل اشتراک گذاری هم هستند. ذخیره‌سازی در کلاود ممکن است از اکثر ارائه دهندگان خدمات ذخیره‌سازی کلاود خواسته شود که به مجریان قانون و کارمندان دولت حق دسترسی به دیتای شما را بدهند. باید هوشیار بود که در فضای کلاود دیتای رمزگذاری شده متضمن امنیت خصوصی دیتای شما نیست. مجریان قانون و کارمندان دولت ممکن شرکت‌های ذخیره کلاود را مجبور به همکاری کنند و رمزگذاری به تنهایی از این امر محافظت نمی‌کند. زیرا برخی از سرویس‌ها برای تبادل دیتا و فایل‌ها با سازمان‌های جاسوسی دولتی مانند آژانس امنیت ملی یا NSA در ایالات متحده آمریکا شناخته شدند. نحوه امنیت ذخیره‌سازی در کلاود با انتخاب یک ارائه دهنده خدمات فضای ذخیره‌سازی در کلاود که فایل‌های شما را قبل از آپلود به کلاود در دستگاه شما رمزگذاری می‌کند، می‌توانید از فضای ذخیره‌سازی کلاود محافظت کنید. این برخلاف کلاودهایی است که فایل‌های شما را در جریان انتقال به کلاود رمزگذاری می‌کنند. و خاطر داشته باشید که ارائه دهندگان این خدمات ممکن است به کلیدهای رمزگذاری شما دسترسی داشته باشند و بتوانند فایل‌های شما را رمزگشایی کنند یا در صورت لزوم آنها را در اختیار مقامات دولتی قرار دهند. توصیه می شود که قبل از ارسال دیتا به یک سرویس کلاود آن را رمزگذاری کنید. تا زمانی که رمز خود را با فایل‌های خود آپلود می‌کنید، شما تنها کسی خواهید بود که رمز دیتای خود را دارید. اشتراک گذاری دیتا. برنامه وراکریپت به کاربران اجازه می‌دهد تا فایل‌های رمزگذاری شده را در هارد دیسک‌ها و حافظه‌های آنلاین، گوگل درایو یا دراپ باکس ذخیره کنند. برای جلوگیری از جلب توجه به این برنامه، پس از استفاده از وراکریپت برای رمزگذاری اسناد و فایل‌هایتان حتی از سطل زباله یا ریسایکل بین برنامه را حذف کنید. برای بدیل‌های امن یا end-to-end encrypted گزینه‌های زیر را انتخاب کنید.